با شنیدن این چیزتون اولین چیزی که در ذهن می آید همخوابگی و علاقه جنسی است که ذهن جوانان را فاسد می کند. در دانشگاه شما درس می خونید یا همینطور سخنان بیشرمی می گویید؟ به حجابی شما بس نبود که باز چنین سخنان بیشرمی را در نزد استاد و همکورسان می گویید و می خندید. زن باید خیلی بیشرم و بی‌حیا باشد که جرأت کرده چنین سخنان را در نزد این قدر مرد بگوید. شاید بگوید که جواب چیستان چیزی بیشرمی نیست، ولی ببینید که همین یک چیستان چقدر غوغا را برداشت. خنده و قهقهه مردان و زنان نامحرم در روبروی هم. حالا آنکه خداوند زنان را از نرم صحبت کردن با مردان بیگانه منع می کند، چه جایی که در حضور مردان بیگانه خنده و قهقهه کنند. خداوند می فرماید فلا تخضعن بالقول، ای زنان با مردان بیگانه به هنگام ضرورت نرم سخن نگویید. پس این همه خنده و قهقهه چه معنی دارد؟ مگر این مخالفت آشکارا با این حکم پروردگار نیست؟ مگر شما از الله نمی ترسید؟ ابن عثیمین رحمه الله می فرماید زن وقت شرم و حیاءش را از دست داد، از عاقبت بدی آن نپرس که چه عاقبتهای بدی دارد. اگر حال دانش آموزان چنین باشد، در چنین مکانهای علم و معرفت از شرم و حیا نشان باقی نمی ماند.